استدیو صدای وحشت با افتخار تقدیم می کند. سلام دوستان گل، امیدوارم حال دلتون عالی باشه. امروز با یه داستان خفن و پرهیجان برگشتم که حتما قراره سورپرایزتون کنه. مثل همیشه لایک و سابسکرایب یادتون نره. بزن بریم سراغ داستان. زنی که اجنه زایید. سلام رفقا، من محمودم، 65 سالم، اهل بیرجندم. امروز میخوام براتون قصه عمرمو بگم، از روزای بچگی تا الان که رسیدم به این سن و سال. بچه که بودم، الان حدود 10 ساله که پدرمو از دست دادم. خیلی کوچیک بودم، ولی اون روزا هنوز یادمه. مادرم یه زن زحمتکش و سیاست مدار بود. انگار تو وجودش اندازه 4 تا مرد نیرو بود. هرچی کار خونه، هرچی سختی، همه رو به دوش میکشید. حتی وقتی بابام بود و مشکلی براش پیش می اومد، مادرم جوری پا جلو میذاشت و حلش میکرد که انگار خودش ستون خونه است. اون کارهای خونه و یه نیمچه کشاورزی که داشتیم رو کمک میکرد. برای مردم گرفتار هم دعا مینوشت تا مشکل رفع بشه. پدرم رفت و دیگه نبود. خب ما توی روستا زندگی میکردیم. نه برق درست و حسابی داشتیم، نه امکانات خاصی. خلاصه زندگی سخت بود، مخصوصا اون قدیما. خب منم مجبور شدم از همون سن کمک دست مامانم بشم. مامانم یه هنری داشت که نگو. با پوست درخت نخل و برگاش بازوبند و دستبند و گردنبند دفع بلا مینوشت. البته نه فقط واسه قشنگی، توی هر کدومش یه دعای مخصوص میذاش که میگفت چشم بد و حسودی رو دور میکنه. خودمم که روزا از مدرسه تعطیل میشدم، اگه سفارشی داشت مامانم آماده میکرد و میداد دست من. منم یکی یکی میرفتم در خونه ها تحویل میدادم. هم فال بود، هم تماشا، هم کمک به خونه، هم آشنا شدن با آدمای محل. یه چیز دیگه هم بگم رفقا، این بازوبندا، دستبندا و گردنبندایی که مامانم درست میکرد فقط برای چشم زخم و حسودی نبود. یه جورایی مامانم میگفت اینا قدرت دارن که بادای شیطانی و جن و پریها رو از وجود آدم بیرون میکنه. همون ارواحی که باعث سنگینی و دلگرفتگی میشن. میگفت وقتی کسی اینا رو میبنده، انگار یه باری از روی دوشش برداشته میشه، سبک میشه، یه حساری دورش کشیده میشه. تو 10 سالگی غیر از این کارایی که واسه مامانم میکردم و کمک خرج خونه بود، دیگه کار خاصی به من نمیدادن. راستشو بخواین همه میگفتن این هنوز بچه است، چه کار مهمی میتونه بکنه. منم تا 14-15 سالگی که سیکل گرفتم همینطور پا به پای مادرم کار میکردم. کم کم یه علاقه عجیبی هم پیدا کردم به اون کتابایی که دست مامانم بود. حالا نکته جالب اینجاست. مامانم این کتابا رو که پر از دعا و نوشته بود رو از یه جایی گیر آورده بود، ولی خودش سواد نداشت. هر وقت قرار بود دعا توی بازوبند یا گردنبند بذاره، خودش از روی کتاب نقاشی میکشید. نه که نوشته روشو به خونه ها، نه. همون شکل و خط خطی رو که با دقت میدید کپی میکرد. ولی من سعی میکردم اونا رو بخونم، یه چیزی ازشون یاد بگیرم. انگار یه حاله‌ای دور کتابا بود که منو جذبم میکرد. نمیدونستم قرار این کنجکاوی بعدن چه داستانی برام بسازه، ولی انگار جرقه یک ماجرای تازه از همون جا خورد. دیگه وقتی 15 سالم شد، کم کم از کمک تو خونه رفتم سراغ کار جدی تر. رفتم توی کارخونه هایی که محصولات منطقه رو فراوری میکردن. مثلا خرما، زعفرون و چیزای دیگه. اون موقع حس می‌کردم وارد دنیای آدم بزرگا شدم. دیگه فقط اون بچه ی روستا که سفارش مامانشو می‌برد در خونه ها نبودم. یه جورای خودم شده بودم کارگر رسمی. بوی خرما و زیره و صدای دستگاه ها همش واسم تازگی داشت. حس می‌کردم دارم بزرگتر میشم. خیلی دوست داشتم 18 سالم بشه که مستقل باشم. ما تو کارخونه محصولات مختلف رو آماده می کردیم واسه بازار.
بوی خوش زعفرون که میپیچید انگار خستگی از تنمون در میرفت. با همه این مشغله ها وقتی از مدرسه یا کارخونه تعطیل می شدم بازم برمیگشتم کمک مامان. اون آویزا، دستبندا و گردنبندهای دعا رو بر می داشتم و می بردم در خونه ها. گاهی سفارش ها فقط مال روستای خودمون نبود. می گفتن محمود اینو باید برسونی روستای فلان. منم کوله بارم و می گرفتم دستم و راه می افتادم. جاده خاکی و آفتاب داغ، ولی حس خاصی داشت. انگار هم سفیر مامانم بودم هم خودم ماجراجویی می کردم. حالا از روستاها هم بگم واسطون. بیشتر خونه ها حیاط داشتن. تو هر حیاطم معمولاً یکی دوتا سگ نگه می داشتن. این سگا وای، اگه یکی یکم دست پاچه می شد یا ازشون می ترسید انگار سگ می فهمید. بعدم بی معطلی می اومدن طرفشو، خلاصه از خجالتش در می اومدن. بدبختی من این بود که خودم ذاتاً از سگ می ترسیدم. همین که از دور می دیدنم انگار تمام وجودمو حس می کردن و می افتادن دنبالم. تو روستا هم فاصله خونه ها زیاد بود و سگ ولگردم کم نبود. خلاصه من همیشه با دست و دل لرزون از کنار سگا رد می شدم. گاهی هم می دویدم که زودتر برسم، ولی خب دویدن جلوی سگ یعنی دعوتنامه مجانی برای تعقیب. از دوستان گلم سپاسگزارم چون خیلیا بهمون انتقاد کردن تا ما کامل تر بشیم. از بقیه هم خواهشمندیم نظر بدن و به ما انتقاد کنن. اما بعدن که به سن بلوغ و مردی رسیدم نمیدونم چه اتفاقی افتاد که اول سگا از من میترسیدن. یعنی به محض دیدن من زوزه میکشیدن و مثل تیر شلیک میشدن به سمت بیابون. این برام قابل باور نبود. زندگیم اون روزا واقعا سخت بود. درد بی پدری، بی پولی، تن ضعیف و کم غذایی که هر لحظه تحملش سخت تر می شد. همه اینا رو باید یه جوری تاب می آوردم. کسی نبود دستمو بگیره. کسی نبود که چیزی یادم بده یا راهی نشونم بده. توی محلمون بچه هایی بودن که باباهاشون دستی به دهان داشتن. یه قدری هم پشت و پناه. نهایتش 20 تا گوسفند و میش داشتن، یه مقدارم کشاورزی. اما من وقتی سیکلو تموم کردم گفتم باید برم دنبال کار. 2 سالی توی یه کارخونه کار کردم. همون وقتا بود که آروم آروم میرفتم سراغ کتابای مادرم. برمی داشتم و میخوندم. همون کتابا شد روزنه کوچیک امید من. من اون روزا هرچی زور داشتم گذاشتم تا خودمو برسونم بیرجند یا مشهد. فقط برای اینکه بتونم کتابای بیشتری گیر بیارم. راه سخت بود. اما دل منو دنبال خوندن میکشید. وقتی کتابا رو خریدم و توی 2 ماه به سختی تونستم بخونم تازه فهمیدم چه دنیای بزرگی پشت کلمات خوابیده. با همون آرامشی که از مادرم یاد گرفته بودم قدم به قدم جلو رفتم. خوندن اون کتاب‌ها کم کم راه رو نشونم داد تا جایی که سر از علوم غریبه در آوردم. درست همون موقع که درس و مدرسه واسم تموم شد چشم سومم هم باز شد. وقتی اینو به مادرم گفتم اول باورش نمیشد. با تعجب نگام کرد و گفت پسرم من فقط تو این کتابا اسم چند تا پیامبر و امام رو نوشته بودم، اونم روی پوست و برگ درختا. تو دیگه کجاها رفتی که این راهو پیدا کردی؟ مادرم وقتی شنید چشم سومم باز شده با نگرانی گفت تو اصلا میخوای چطوری با موکلا وارد صحبت و بحث بشی؟ اونا خیلی گره خورده و پیچیدن. همونجا بود که حس کردم دیگه نباید با مادرم در این باره حرف بزنم. انگار اون توان و بنیه این کارو نداشت. برای همین دیگه ادامه ندادم و ساکت موندم. اما من راه خودم رو پیدا کرده بودم. کم کم برای اینکه دستم راه بیفته به چند نفر کمک کردم. خوشبختانه جواب داد و نتیجه ها چشمگیر بود. طوری که بعد از 6 ماه
توی همون روستای 150 نفری روزی 10-12 نفر سراغم می اومدن. حتی از روستاهای اطراف و از شهرهای دیگه هم فامیلاشونو میفرستادن پیش من برای اینکه مشکلاتشون حل بشه. من اصلا نیازی به فکر و تلاش نداشتم. هر کسی پیشم می اومد و از مشکلاتش میگفت، یکی توی ذهنم میگفت که چی بگم و چی کار کنم. کم کم که مشتریان بیشتر شدن، دوستا و آشناهایی که دور و برم بودن شروع کردن به گفتن این حرف. آخه چرا خودتو تو این روستا محدود کردی؟ حداقل برو بیرجند یا برو مشهد. مردم از این همه راه میان پیشت، خیلی سخته واسشون. اگه واقعا اولویتت کمک به غریبه هاست، برو اونجا. چون اگه بری شهر معروف میشی. ولی من همون موقع محکم جواب دادم نه، من همینجا میمونم. کسی که واقعا مشکل داشته باشه حتی از 450 کیلومتری خودشو میرسونه اینجا. اما اون دلیلش نبود. محل من اون شهر نبود. من توی اون روستا و اطرافش توانایی داشتم. نمیدونم چرا وقتی به شهرهای بزرگ میرفتم اصلاً پاهم جلو نمیرفت و زود برمیگشتم. کم کم کارم به جایی رسید که بعضی مریضا دیگه نمیتونستن خودشونو تا روستای ما برسونن. خانواده هاشون با التماس ازم میخواستن که برم شهر یا روستای اونا. منم ناچار میشدم پیاده راه بیفتم. اون موقع زیاد بهش فکر نمی کردم. اما بعدها توی همین رفت و آمدا چیزای عجیبی دیدم. سگ‌هایی سر راهم بودن که اندازه ی گرگ و کفتار بودن. ولی گفتم همین که منو میدیدن، نمیدونم چی اطرافم میدیدن که یهو مثل برق و باد فرار میکردن. این صحنه ها رو با چشم خودم میدیدم و واسم خیلی عجیب و جالب بود. روز به روز تعداد آدمایی که سراغم می اومدن بیشتر می شد. بعضیا فقط برای گرفتن کمک، بعضیا برای شاگردی. بعضیا هم مثل مرید و همراه همیشه کنارم بودن. وقتی به سن 20 سالگی رسیدم، خدا رو شکر اوضاع خیلی فرق کرد. مادرم با اون بدن ضعیف و سن بالاش دیگه مجبور نبود کار کنه. راحت تر شده بود. از نظر مالی هم وضعمون خیلی بهتر شد. من هیچ وقت از مردم پولی برای خودم تعیین نمی کردم. هر کسی هرچی میتونست و صلاح میدید میداد. همین باعث شده بود هیچ کس حس نکنه بار سنگینی روی دوشش افتاده. ولی نمیدونم چرا همشون دلشون میخواست توی چشای من نگاه نکنن. همش مثل کنیز و نوکر سرشون پایین بود. کم کم تعداد مریدا اونقدری زیاد شد که دیگه همه جا دور و برم پر می شد. بعضی وقتا انقدر جلو در وای میستادن که مریضایی که مشکل جدی داشتن نمیتونستن راحت بیان تو. دیگه برای منم سخت شده بود. نمیدونم دیگه میلی برای کمک به مردم درونم وجود نداشت. گاهی حتی مادرم ازم میترسید و میگفت که تو چرا اینجوری شدی؟ دیگه علاقه به آدمان نداشتم. و به دلیل چشم سوم خیلی موکل هام رو می دیدم. یه روز یادم 3 نفر با هم اومدن. مریدا گفتن اینا همزمان رسیدن و یه کار خیلی مهم دارن. یه پیشنهاد جدی آوردن. اون لحظه حس کردم قرار اتفاق تازه‌ای بیفته. اون 3 نفر که وارد شدن بعد از کلی مقدمه چینی گفتن ما یه نقشه گنج بزرگ داریم. مدت‌ها دنبالش بودیم. ولی شنیدیم این گنج محافظهای قبیله‌ای داره و هر کسی نمیتونه بهش دسترسی پیدا کنه. برای همین اومدیم پیش شما که مشکل ما رو حل کنید. بعد هم شرط گذاشتن که اگه موفق شدیم 1 سهم برای شما باشه و 2 سهم برای ما. گفتم نه، سهم من کمه. اونا رو از خونه بیرون کردم. رفتن. ولی حدود ساعت 11 وقتی دیگه کمتر کسی رفت و آمد داشت دوباره برگشتن دم در خونه. این بار با اصرار و خواهش منو راضی کردن تا قبول کردم که نصف گنج مال اونا باشه و نصف مال من. وقتی نقشه و نشونه ها رو به هم نشون دادن با محاسبات و کتبم مطابقت دادم و دیدم واقعاً گنج بزرگیه. تصمیم گرفتم برم سراغش.
رفتیم و کارو شروع کردیم. وقتی رسیدیم به جای گنج یه تخت سنگ روش بود. چون میخواستم ترس و تردید رو کنار بذارم خودم دست گذاشتم که سنگو بردارم. همون لحظه یه مار از زیرش بیرون اومد و دستمو گزید. اون نیش مار سرنوشت منو از ریشه عوض کرد. شدت زهرش اونقدری بالا بود که دست راستم کاملا از کار افتاد. همون دستی که سالها باهاش مینوشتم، دعا مینوشتم، کار میکردم، دیگه قدرت و توانش از من گرفته شد. پای راستم هم از همون روز به بعد دیگه درست روی زمین قرار نمی گرفت. کم کم تمام نیمه راست بدنمو گرفت و فلج شد. حالا 23 ساله که با این وضع دارم زندگی می کنم. موکلامم یکی یکی ازم فاصله گرفتن. تازه احساس می کنم که بعد از اون بعد جنی ازم دور شده و بعد انسانی مونده. شرایط زندگیم هر روز سخت‌تر شده. حالا هم حس می کنم دارم به پایان راه نزدیک میشم. پایان. مرسی که تا آخر دیدی. داستانای بعدی تو راهه، پس سابسکرایب یادت نره. تا داستان بعدی، خداحافظ.